السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. جزاک الله خیر. اکهای جان شیرین، دادرکهای مشفق مهربان، مردم مهاجر، مردم مسافر، کسایی که صدای ما را میشنوی، خواه از طایفه زن باشه، خواه از طایفه مرد، خواه در سین سال بزرگ، خواه کوچک، امیدواریم که یکایک شما تن صحت، خانه آباد و سربلند باشه. دعاگو هستیم که اصل و کم غم درد نبینه. امین امین یا ربی. بچه های جان شیرین، همین صورتی که در بالای اکران های، همین دو درک ما، ای ناحیه 5، ای جماعت آزادگان، ای قشلاق ینگ غیرت، حکیم زاده احمد میرزا. خوب دوستان، السلام علیکم. یه بارگر چه خیلی برادر گفته است تا آخر گوش کنه. روز 21 می برادر از تاجیکستان با واسطه بلاروس به ایروپورت پرواز میکنه. در اون ایروپورت میگه من فرمودم در بلاروس و از اونجا بی‌درک میشوه. با خاطر خدا خواهش میکنم همین نوارا همون لایک کامنتری نغز خودتون بمونه بنویسه تا همین برادر مقصد بیایم. سبب همون لایک کامنتریش ما نواری ما پهن میشه. تمام، یعنی فرزند گم کردن این خیلی درد سخته. خواهش میکنم همین نوارا پهن کنی و تا آخر گوش کنی. این دودار یک اکا در مسئله همین برادر چی میگه. بچه در کجای باشه به اهل بیت دستروش زنگ بزن که تمام اهل بیت در تچ بشن. الله نگهدار. 10 روز پیش همین دودرکی ما سفر داشت به کشوری روسیه، چرز بلاروسیا. در همون فرودگاه بلاروسیا پایان شدن زنگ زد که اینکه ایسنشه به ماشین روسیه میریم. تا همین روز دیگه همین دودری ما یگان خط خبری نیست. التماس کسی که همین دودری ما یگان خط خبری داشته باشه به همین رقمای بالای اکران التماس زنگ بزنه. و ای همه شما خواهش احترامانه التماس همین نواره به دیگران نیز نشر کنه. از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. باقی تن صد خون آباد سربلند باشه.